فکرش پریشان است. یعنی فقط غم میخورد که دلش ناآرام است همیشه. به این آدم شما چی خیلی مصلحت دادن که دلش آرام شود؟ ام مرضیه در مسئله یاد مرگ که شاید امروز آخرین روز حیات من باشد گفتن چیز خوب است اولا، اما یک کسلیه که وهمی میگویم ما که انا من میمیرم، انا فردا میمیرم میگویی، فقط از مرگ اینقدر هراس داره که تو نه عبادت خوب کرده میتوانی، نه مادر خوب بوده میتوانی، نه همسر خوب بوده میتوانی. این مریضی هست. این شاید از سحر و جادو باشد، شاید که این آدم یگان جن تاثیر کرده باشد، شاید که یگان خیلی غمی سخت خورد. مثلا من نمیدونم 15 ساله بودم، پس از مرگ پدر خودم هنوز که در آن وقت پایبندی دید بودم، همین گونه یک بیمار شده بودم یک مدت پس از مرگ پدرم که گویا که انا الان به من هم مرگ آمده ایستاده است. یعنی از تجربه میگم که بعضا مرگ یگان نزدیکت یا غم غصه سخت دنیا هم این گونه انسان رو بیمار میکند که همیشه فکر میکنی انا مرگ آمده ایستاده است، دنیا به آخر رسیده ایستاده است. و چاره این البته اولا پایبند بودن به عبادت ها هست، خوش رو طهارت کرده، خوش رو با الله راز نیاز کرده، خصوصا نماز شب معجزه میکند، نمازهای شب رو حتما بخواند. بعدن تا میتواند دل یگان آدمی کمبغلی درمانده، چی یتیم باشد، چی بیوزن باشد، چی بیمار باشد، اگر دارایی داشته باشد او رو خوشحال سازد. یعنی صدقه در ما حدیث است که بیمارهای خود را با خیر کردن شفا دهید. صدقه دعای یک بیمار چقدر به او کمک میکند اگر این گونه بیمار باشد، یعنی از غم و از اندوه. اما شاید اگر یگان تاثیر جن باشد یا جادو هم بعضا انسان را همین گونه میکند، در این وقت میگیم سوره بقره بخوان، زیادتر قرآن بخوان تا میتوانی از هر چیزی که گناه هست دور کن خودت را، از تلفن و تماشا کردن این و آن رولیک ها و چیز دیگر. پس از مدت خوب میشود. من پیشتر هم گفته بودم که خواهر به همین بیماری گرفتار بودن، سبحان الله گفتم شما اطرافتان رو ببینید، شاید یگان نفر بیچاره هست لیکن دارایی داشتن، شرایط خوب داشتن. میگویند من یک دخترک یتیم رو به کفالتم گرفتم، بعد از همون بیماری صحت شده رفتم. کلا میگن صحت شدم، یعنی خداوند یک معجزه‌اش رو نشان داد. من میگم یک کار خیر رو به خود شما یا همین انسان برای خود یک نقشه خوبی بکشد که من پس از این انا همین کارو فقط به خاطر الله میکنم و پروردگار رو این رو من دانم و تو دانی، بین من و تو سر است، انشاءالله خوب شده میرود.